ثروتمند و قصاب. سرمایه‌داری در شهر زندگی میکرد، اما به کسی درهمی نمیداد. فرزندی هم نداشت و تنها با همسرش میزیست. در آن شهر قصابی نیز بود که برخلاف این ثروتمند هر روز به مردم گوشت خیر میکرد. روز تا روز مردم شهر نفرتشان نسبت به این مرد ثروتمند زیاد میشد. اما مرد قصاب را به آن خاطر که کار خیر میکند و کمبغلان را دستگیری میکند خیلی دوست میداشتند. روزی مرد ثروتمند بیمار شد و به بستر بیماری خوابید. اما کسی از مردم شهر به عیادتش نآمد. مرد ثروتمند وفات کرد و به جنازه‌اش هم بجز چند نفر از خویش و تبارش کسی نآمد. همسرش با خویش و تبارش به تنهایی مرد ثروتمند را به خاک سپرد. اما فردای همان روز در شهر حادثه عجیبی رخ داد. قصاب که مردم دوستش می داشتند دیگر برای کمبغلان خیری نکرد، گوشت خیریه نداد. مردم شهر به حیرت افتادند و آمدند و از قصاب پرسیدند: تو که هر روز به مردم گوشت تقسیم می کردی، چرا امروز این کار خیر را انجام ندادی؟ قصاب پاسخ داد: همان شخصی که پول گوشت های خیریه مرا می داد دیروز وفات کرد. یعنی عزیزان من، سراسیمه به عمل، خصلت و یا رفتار کسی بها دادن نادرست است، زیرا تنها خدا میداند که هر یک ما چه خصلتی و یا چه رفتاری را انجام میدهیم.